اله استاد جان وقتی کراسکه میکنی این همین جایی نودرکارش دینامیت پاکت بکش کراسکه نشوه این جاکوش محکم کو اله با کم کم ها این جاش هم کو بزنه هوار کنه نوکه چی پای جش هوار کنی اوجاش بمونه اتفاق بکردم یا آدم مسفید مجبور میکنی که درون بیاری ماشین گیر بگردی یا نمیدونم این موسفید گفته ماشینم ساز نکرده سی یا که ماشینی سویوزی گفته برای کار التماس ساز که چکان منش برکت در کسب بکنه استاد لبای اون همون زفر نیسته زفره عمیقا او زفره رحمت شید یعنی چشمای تد باوری دارم چشمای خودم دو قدر نه برای کار استاد زفرای اوخی تو با این زفر در این منزل مکانا چی میکفته باشه جای زندگیش کو ای جهان نه یعنی جای سیر گشتش کو ای جهان نه تو با خیلی میبینیم حاضر میبینیم باشی نخیر السلام علیکم زفر جان چی خیلی نغزی سازی تینجی چشمات نگاه دارم همون خیلی نگاه داری که گویا نمیشناخته باشی من خیریت دیدم تیه ای خود دی انا همونجا دیدم تا انا همونجا دیدم تا هم پیشنم بود یا زفر بدای زفر ای زفر جان چی خیلی احوال کار برو وای همین تو یه رفتی مردی کاری دیگه یک سال گذشته دیگه نیومدیه خیلی یاد کردم تا یک وقت فهمیدم که زفر ای مردی کاری ای خودی رسیه آمده گفتن با یک زمان اکا ولی ما گفتم خبرگیری میرم که با یکی گفتن که زفر زن گرفته دیگه اکا خرسان نمیشی جورا مبارک باشه خندات زن مرد بدن همیخی باشه اول زن گرفتن در کار که نسل زیاد کنی نسل مومینه زیاد کنی بچم قرضی مردانگی را ادا کنی باید پدر باشی مبارک باشه خداوند بخت برکت تیات بچم کلن چخلای نغزه سوزه ایت یک موما اوچه ایسوس داره یا که داره بسیار خوب هم صاحب داشته باشه شید چه باکن خیلی نگفتی که چه شید ای کجای افتیشه کدی کلن شما چه خیل شیناز شدین کویا بفهمیم ها کویا بگو ها چه خیل شیناز شدی آخی کبزن یا راحت کنیم چه شیناز شدین کتی کلن ها کتی کلن سلوچاین شیناز شدین برای همین ما یگان کس گناهگار کردنی نیست واه یا مردم کشتی که چند که دیگه میره بچه توقت که کمه که دیگه هم توقت که همه اشتیهات سخت میشه که به جای یک طبق یک تغاره خوراک میخوی همه توقت که دوست کم سر میشه دیگه اون رسیدیم آخه اینه طرفخونی دنیا رفتیم یک دنیا اون اوقات ندارن خود دیگه پک هیچی ندارن چه؟ اونا کو؟ اینا یک دو سه پنج چای؟ دگوشون جای دگوشون اکو بچه این طرفخانی دنیا میگن این خیلی جایی خوراکپزی 5-6 دارن ای بچه تو پلنگ جون اینجا یک دنیا خوراک های دادرونه هولی رفتیم پیش درو اینجا بیو بدرو اینجا بیا اینجا بدرو بیا بچه ها چی گم شد بوبی لبای اینجا دی قدر بوی مرگان کپلان واه یا دو سی چو گفتنه که خدمار در اینجا بسیار بودم بسیار رانی بی خدرانی تو پلنگ پروانه کن بیا خدمون درو میدرویم کو یا مقفمون میویم رفتیم بیا ها بوبی لبای اینجا یاون جای خوری نیست کو
ها انا جوی خالی رو بین اونه یک جوی خالی هست الو جو بودم رفتیم خوبی؟ الا باید او چی راستی شدی؟ میگم چی راستی شدی؟ چی راسته شدی؟ آخه یک جا بود توش هیشتی آخه بیا بشی میگو کجا ده؟ این همین چی ده؟ هنده که تو پلنجان خرسنگ کردیم لی تو با عقل شیدوسی خوبی؟ الا باید آوار دیدی؟ اون وقت رشته اصلی از توی خولیه میرم میورو گولی بیز باید تو پلنگ واری رفته نیاریشم آدم واری برمده اول سلام بته ممکنه گفته باب بپرس اجازت پرس باب بگی بیو هنو نپرسیده بگیریم بیام چی؟ نمیشه آخی برام تق تق کنم آوا کجا رو تق تق میکنی سلام داده برم ها تق تق السلام علیکم دخترک خشرو و علیکم برسلام سلامتی تو نازه رحمت ناز ساز تاقش دیگو آخه توقع من زیغنی میشیم با خیلی زیق شده ما چی کنم دیگه ایستول خوله ها خاله اشخی ها میگم پیش ما هیچ که نمیخواه امرا نداره نه؟ نه نه؟ نه میگم یا چی پرسیدینیمو ایزا میکشم نه ایزا نکشیده پرسیدنگی یا چی پرسیدینیم زیغ نمیشین شما نه یگان جای ایزاش نیسته گفتنگی بشوخی همین جا خوله همین ستون خوله آها گفته ایسم دیده است که من خودم تا قشتگیم که خولی ای خوله اینی خوخیا ها شما زیغ نمیشین خویا نه چو زیق میشه خرسند میشین ها شیت همین ستول ما ببرم ها اوجا خطی بابیم بشینیم او خود بخورم